و اما همه سوالات از اینجا شروع میشه که چرا توی سیاره‌ای که مثل مریخ داره خونه ساخته میشه و مگه چه بلایی قرار سر زمین و آیا زمین قرار نابود بشه؟ اسکیل فنا جای نهید که امشب قرار با هم دیگه تمام تئوری ها و سوال هایی که راجع به این موضوع هست و زیر ذره بین ببریم. این میمی که الان واسهتون پخش شد یه چند وقتی میشه که سرتاسر اینترنت رو فرا گرفته و از وقتی که این ویدیو وایرال شده ذهن خیلی از مردم رو به خودش درگیر کرده و ما در اینجا پرنده عجیبی رو میبینیم که در قطب شمال در کنار یک انسان ایستاده و از وقتی این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و یوتیوب آپلود شده مردم توی کامنت ها تئوری ها و نظری هایی نشون میگن. سلام اسکیل فنا، دنیای میم. برای کسایی که نمیدونن میم چیه میخوام به صورت خیلی فراخلاصه‌ای براشون توضیح بدم. ببینید میم به فیلم ها و عکس های کوتاهی میگن که با متن‌گذاری روی اونها میتونید درباره همه چی حرف بزنید، مثل این یا این یکی. اینجور فیلم ها میم گفته میشه و اما همه میم ها خنده‌دار نیستن، بلکه بعضیاشون به قدری وحشتناکن که ممکنه چند شب خواب ازم بگیره، مثل این. از این بخش بیرون میام و به سراغ تئوری ها و سوالات میپردازم. و این میم مال سال 2027 که طبق گفته خود همون ویدیو این فیلم رو فقط در سال 2027 درک خواهیم کرد که اصلاً پیام خوبی برای مردم جهان نداره. خیلی از شما فکر میکنید که این ویدیو و این میم مال هوش مصنوعیه که حقم دارید و از اونجایی که راه رفتن این پرنده شکل هوش مصنوعی نیست قطعاً واقعیه. خیلی مثبت به این ویدیو نگاه کنیم میتونیم بگیم فردی لباسی برده توی قطب شمال پوشیده و داره از خودش فیلم برداری میکنه و صورت این پرنده منو یاد ماسک بیماری تاون میندازه. و اگه در مورد قطب شمال و قطب جنوبی سرچ بزنید میفهمید که دانشمندان خیلی نگران این منطقه چون قراره که یخها به زودی آب بشه و در اثر مرور زمان به خورشید نزدیک بشه یخهای قطب شمال و قطب جنوب آب میشه و میگن در اون زمان بر اثر این اتفاق یه ویروس جدید شیوع پیدا میکنه. گفته دانشمندان این ویروس در یخهای قطبی وجود داره و هیچ خطری برای انسان نداره و برای انسان مثل سرماخوردگی میمونه. اما نگرانی دانشمندان از یه چیز دیگه است. نگرانی دانشمندان اینه که در این حجم از یخهای قطبی چه ویروس‌های وحشتناک دیگه ممکنه غیر فعال باشن و این ویروسی که الان ما راجع بهش صحبت کردیم 1000 سالی میشه که درون یخهای قطبی وجود داره. توی گوگل یک سرچی بزنید میفهمید که دانشمندان احتمال دادن که این ویروس زامبی در این یخهای قطبی وجود داشته باشه و این واقعا وحشتناکه. Dangerous ancient microbes buried deep under the permanent frozen zone, and this is according to researchers who revived nearly dozen viruses, including one frozen under a lake more than 48,000 years ago. من دانشمندان یه چیزی دیدن که انقدر پاکار این موضوع هستن. احساس میکنم که توی قطب شمال و جنوب داره اتفاقی میفته و احساس کنم که یه جای کار داره میلنگه و نکنه توی قطب شمال در یخهای قطبی ویروس دیگه‌ای وجود داشته باشه
که ممکنه اونا غیر فعال باشن و بعد از آب شدن یخهای قطبی فعال بشن و ما انسان‌ها رو نابود کنن. اما این دو تا سرنخ ما رو کم کم داره به جواب‌ها نزدیک میکنه. این ماسک بیماری طاعون قطعاً به این ویروس واقعا یه ربطی داره. دیگه همتون میدونید که بیماری طاعون چیه، از چه قراره. خیلی وقت پیش بین مردم بیماری شیوع پیدا کرد که در اواخر اون به اون بیماری سیاه هم میگفتن که جون میلیون ها انسان رو گرفت و قیامتی به پا کرد. و دکترای اون موقع طبق طراحی و تحقیقاتی که انجام دادن همچین لباسی رو برای بیماری طاعون درست کردن. اگه بخوایم به صورت عقلانی به این ویدیو نگاه کنیم میتونیم بگیم که این ویدیو میخواد بگه که در سال 2027 یه ویروس کشنده‌ای قرار شیوع پیدا کنه که درون یخهای قطبی وجود داره و امکان داره آزاد بشه. و همین 3 سال 4 سال پیش بود که داشتیم با یه ویروس خیلی بد دست و پنجه نرم می‌کردیم که انیمیشن هایی مثل سیمپسون ها اونو پیش بینی کرده بودن. و اگه این یه پیش بینی از آینده باشه چی؟ ممکنه مجددا در سال 2027 اتفاقی بیفته که باعث مرگ بیشتری از ما انسان ها بشه و واقعا پیش بینی عجیبیه و دیگه لازم نیست که تا سال 2027 صبر کنیم و کلا داره راجع به پیش بینی حرف میزنه. اسکیفنو فکر کن که این همه تئوری و این همه سوال زیر زمین بردیم و سال 2027 بیاد و هیچ اتفاقی نیفته و کاملا این ویدیو فیک باشه که هم رو مخ من میره هم رو مخ شما. خیلی احتمال داره که ما با یک میم خیلی بیخود سر کار داشته باشیم. وقتی داشتم کامنت های مردم رو میخوندم یه سری ها میگفتن که این میم و این پیشبینی یه پیشبینی خیلی خوبه و شاید هدف از ضبط این فیلم برای جهانی شدن این فیلم در شبکه‌های اجتماعی بود و خیلی ها معتقدن که این ویدیو میخواد بگی که واقعا این همچین پرنده‌هایی در قطب شمال وجود دارن. اجتماعی دیدید به 3 قسمت تقسیمش کنیم. 1. آب شدن یخهای قطبی بعد از 1000 سال. 2. کشف پرنده در قطب شمال یا جنوب. و 3. کلا این ویدیو فیکه. که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. لایک و ساب فراموش نشه و هرچی نظری دارید توی کامنت ها مطرحش کنید. تا ویدیوی بعد.